ایشون مأمور ویژه گریان هستن. مأمور ویژه مورگان متخصص ما در جنایت‌های مربوط به آدم‌های روانی. دکتر رید متخصص ما در همه موارد و بعد از 2 سال امیدوارم که همتون منو به خاطر داشته باشید. فکر میکنه کار ما فقط قاتلای سریالیه؟ کار ما مربوط به همه آدمای دیوونه است. بهترین نیرو برای شیطان نیروی انسانه. انسان میتونه از شیطان هم شیطانی تر عمل کنه. زرتشت، سوپرمن هیچ کدوم دستوری برای کشتن کسی که تو ازشون برتری داری رو ندادن. عزیزم یه چیزی رو لباسته. ببخشید من دست نمیدم. دستم میدونید که داره میگیم پلیس. میگیم احتمالش هست. آقای جنکینز، من مأمور ویژه جنیفر جریو از FBI هستم. باید بدونیم منبع خبری شما کیه. هیچ وجه، من حقوق خودمو میدونم. اینا صبر کن، بذار همه بفهمن ندارم با من چیکار میکنه. و من فکر میکنم در واقع مطمئنم که تا الان ملاقاتش هم کردی. سلام. ما از جنرالش استفاده کردن یاد بگیره. فقط سود بزن. من میخوابی دارم و برای خوابیدن به متالیکا گوش میدم. به نظرت کدوم آهنگش به درد میخوره؟ فرود مرد شنی. به نظر میرسه که این بار دنبال قلب بوده. قفسه سینه رو باز کرده. با این موی آدم خواره. یادمون دادن افراد خطرناک لباس عجیب دارن و پشت درخت قایم میشن. بعدم فهمیدیم که اون آدمای خطرناک خیلی هم خوش‌آب و رنگ‌تر از اون حرفا بودن. اکثرشون کسانی هم که هر روز میبینیمشون، خانواده، همسایه، معلمای مدرسه، بقیه‌شون میدونی. ذهن‌های جنایتکار. به زودی از شبکه پرژین استار.